میشوید الله اکبر، دستایتان میبندید. سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرك. الله اکبر. خداوند بسیار بزرگ است. سبحانك اللهم و بحمدك. ذات تو پاک است ای خدای من و تو سزاوار ستایش هستی. و تبارک اسمک و تعالی جدک. اسم تو مبارک است و نام نشانت بلند. ولا اله غیرک. جز تو هیچ خدای دیگری نیست. سبحانك اللهم خواندی، بعد اعوذ بالله میگی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حمد میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به الله بزرگ از شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و نهایت مهربان. الحمد لله رب العالمین. ستایش مخصوص الله است که پروردگار جهانیان است. الرحمن الرحیم. بی نهایت بخشاینده و مهربان. مالک یوم الدین. خداوند مالک روز جزاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها برای تو عبادت میکنیم و تنها از تو کمک میخواهم. اهدنا الصراط المستقیم. ما را برای راست هدایت کن. صراط الذین انعمت علیهم. راه کسانی که برایشان فضل و کرم کرده اید. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نه راه آنانی که سزاوار غضبت شده اند و نه آنانی که گمراه شده اند. دعای ما را قبول کن. آمین. یا الله تو دعای ما را قبول کن. قل هو الله احد. بگو الله جل جلاله یگانه است. الله الصمد. الله بی نیاز است و به هیچ کس محتاج نیست. لم یلد ولم یولد. نه زاده کسی را و نه زاده شده از کسی. ولم یکن له کفوا احد. و نیست هیچ کسی او را همانند. الله اکبر و رکوع میروید. تسبیحات رکوع میگید. سبحان ربی العظیم. چقدر پاک است خداوند بزرگ من. پس بلند میشوید، قیام میکنید. سمع الله لمن حمیده. خداوند میشنود شخصی را که از او ستایش میکند. ربنا ولک الحمد. یا الله ستایش از برای تو میزیبد. بعد میریم سجده. الله اکبر. سبحان ربی الاعلی. چقدر پاک است خداوند عالی شان من. پس سر جایتان میشینید، التحیات میخوانید. التحیات لله والصلوات. تمام اوصاف، نمازها و الفاظ نیک از برای الله تعالی است. السلام علیک ایها النبی. سلام بر شما ای پیامبر. و رحمت الله و برکاته. همچنان رحمت و برکات خداوند بر شما. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سلامتی تو بر ما و بر بنده های صالح تو باشد. اشهد ان لا اله الا الله. شهادت می دهم که بدون از الله معبود دیگری نیست. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.
و شهادت می دهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و پیامبر اوست. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یا الله نزول رحمت فرما بر محمد و خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم. كما صليت على إبراهيم. و مثل رحمتی که بر ابراهیم علیه السلام وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. و بر خاندان آن فرموده‌ای بیشک تو قابل ستایش و بزرگ هستی. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. یا الله نزول برکت فرما بر محمد و خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم. كما باركت على إبراهيم. و مثل برکتی که بر ابراهیم علیه السلام وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. و بر خاندان آن فرموده‌ای بیشک که تو قابل ستایش و بزرگ هستی. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. یا رب در این دنیا برای ما نیکی عطا کن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. و در آخرت نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش نگه دار. السلام عليكم ورحمة الله. سلام و رحمت خداوند بر شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله.